قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتاری 78. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. افاده کننده دیگر تمایل، بعضی خاانها و قسمت کمی اشراف بادیه نشین مغول، عملداران، روحانیان و اکثر تاجران بودند. این طبقه های صنف حکمران را جد و جهد در راه تأسیس حاکمیت پر اقتدار مرکزیتناک، مبارزه با کیفیت جدایی خواهی نمایندگان رویه اول، نهایت روشن و واضح فهمیدن ضرورت بس کردن غارت و خانه ویران ساختن اهالی مقیمی به هم متحد می نمود. به تحت حمایه خود گرفتن شهرها و امور تجارت، انیق معین کردن حجم خراج و مالیات، از اندازهای خودسرانه رهانیدن روستاییان و شهریان، راه ندادن به زیر پا شدن کشتزارها و خراب گردیدن آبادیها. چنین بود سیاست پیش گرفته آنهایی که بدون آن برقرار کردن و برای انکشاف در آوردن خواجگی تماما خراب شده میسر نمی گردید. البته اصلی مقصد آنها از ترقی دادن خواجگی اهالی مهنتکش را بیشتر و با ثمره زیاد استثمار کردن بود. نمایندگان تمایل دویم به خوبی می فهمیدند که پیش نگرفتن چنین تدبیر به معنی تیشه بریشه منفیت‌های خود زدن است، زیرا یک دفعه تاراج کردن به هیچ وجه و درآمدی فراوانی که هر سال و منتظم از خواجگی قشلاق، شهر، ساحه‌های کسب و هنر و تجارت به دست می آید برابر شدن نمی تواند. منگوقاان که سال 1251 به سر حاکمیت آمده بود و حاکمی تاجر مسعود بیک پسری محمود یلواچ از نمایندگان برجسته این تمایل به شمار می رفتند. مورخان به معلومات تا زمانی ما رسیده سرچشمه های خطی راجع به فعالیت منگوقاان به درجه لازمه دقت نداده، امر و فرمانهای او را همچون کوشش‌های استثنایی در راه محدود کردن خودسری‌های حاکمان محلی دانستند. حالانکه اگر مضمون فرمانهای منگوقاان به مدرک‌های سکه‌شناسی مقایسه کرده شود، در پیش نظر نه اینکه تدبیرات پریشان بلکه سیاست داخلی به یک مقصد معین نگرانیده شده او نمایان می گردد که تطبیق عملی بعضی از جنبه‌های آن را لااقل در آسیای میانه می توان مشاهده نمود. در عهد منگوقاان اندازی سری کسی سرانه به نظام معین در آورده شده در بسیار شهرهای آسیای میانه و بیرون از حدود آن ضرب منظم دینارهای طلایی یک ایاره جاری گردید. عموما در شرایط فئودالیسم و خصوصا در حالت خسارت خواجگی پس از استیلای مغول، تنگه های طلای بلند ایار شکلن خیلی کلان بوده به حجم تجارتی داخلی و سویه نرخ مالهای اساسی موافقت نمی کرد. برای اینکه دینار طلا وسیله معاملات عمومی دولتی گردد و با این راه به استقرار و انکشاف تجارتی پولی مساعدت کند، به آن ایاری پست تقریباً 60% طلای تازه مقرر کرده شد. به این واسطه پول و مال تا اندازه‌ای به هم نزدیک گردید. رشیدالدین دیگر چاره‌بینی‌های منگوقاان را به طریق ذیل
توصیف نموده است. چون پس از فوت گویوک خان بسیار خانزاده و ملکزاده ها به آدمان یرلیق و پیزه های بی عدد دادند و به تمام گوشه و کنار دولت گماشته ها فرستاده خاص و عام را به خاطر سر و کار داشتن با آنها در تجارت و با سببهای دیگر پشتیبانی می کردند، منگوقاان با فرمان به اشخاص مزبور دستور داد که هر یکی در مضافات خود همه یرلیق و پیزه های از چنگیز خان، اوختای خان و گویوک خان همچنین از دیگر شاهزاده ها گرفته آدمان را پس بگیرند. خراج و اندازهای پیشتره میان شکن و نامحدود بیکار کرده شدند. از جمله منگوقاان تمام یرلیق و پیزه های پس از مرگ چنگیز خان انتشار یافته را از اعتبار ساقط نمود. او همچنین از اهالی اسب گرفتن قاصدان را منع کرده برای آنها نرمه نقلیات پاشته را مقرر ساخت. به اشخاص جداگانه عموماً استفاده اسبهای دولت منع کرده شد. منگوقاان بی سبب به شهر و دیهات رفتن و برای خود از اهل دیه بیهوده و بهوده چیزی طلب کردن را اجازت نمیداد. حتی تأکید میکرد که از اهالی پسمانده جمع نکنند. باز یک چیز جالب دقت است که در عهد منگوقاان فرمانها به زبان همان خلقهایی که فرمان به آنها دخل داشت صادر میگردید. برای مغول‌های با مناسبت بی‌اعتنایانه نسبت به خلق‌های مطیع عادت کرده عقدنامه عمل می‌کرد که سیاست معینی دوراندیشانه به آن وادار می‌نمود. به این طریقه تدبیرات جاری کرده منگوقاان به تعیین مقدار و حجم خراج، از اندازهای نهایت خودسرانه و نامحدود حمایه کردن اهالی و راه گشادن به نشو و نمای حیات شهرها و تجارت روانه گردیده بود. خود امر در میانه های عصر 13 به اعتبار قانون در آوردن این قبیل تدبیرات از غلبه به نظر نمایان تمایل دویم در عرصه سیاست به شمار می رود. یکی از الهام بخش و عمل کنندگان اساسی این سیاست مسعود بیگ بود که در زمان منگوقاان به سرزمین پهناوری از اویغورستان تا خوارزم حکم فرمایی می کرد. آیا این همه امر و فرمانها در عمل موفقیت پیدا کرده بودند؟ در ایران چنان که سرچشمه ها شهادت می دهند، جاری گردیدن اندازی سرانه به سبب سوء استعمال از حد زیادی عملداران و مغول‌ها برای اهالی یگان سبکی نآورد. اما معین کردن حد خراج‌ها و بیکار کردن بعضی اندازهای خودسرانه در استقرار خواجگی آسیای میانه رالی مثبت بازید. آنچه عاید به حیات شهر و تجارت پوری باشد، در این بابت موفقیت باز هم بیشتر است. سکه های طلا تجارت پولی را رونق داد. به اساس معاملات پولی نه اینکه تنگه بتون بلکه قسمت ها و پاره های برکش آن گذاشته شد. اگر به این باز پست گردیدن ایاری تنگه طلا علاوه کرده شود، به دایره خیلی وسیع تجارت و معاملات در مقیاس تمامی مملکت یکسان خدمت کردن آن به خوبی روشن خواهد شد. بغیر از این قبیل پولهای عمومی دولتی، یک قطار شهرها دوباره به ضرب سکه های میسی نقره اندود شروع نمودند. از این جهت اوج گرفتن کاری زرابخانه های چنین شهرها مانند اترار و خوجند را که از نشأ و نمای دوباره چی خود این شهرها معلوم است که اترار در دوره فتوحات مغول تماما خراب گردیده بود و چی فرغانه و عموما قسمت شمال و شرق دولت گواهی می دهد مخصوص باید قید کرد. این ناحیه های مملکت مستقیما پیش می رفتند. بعدتر در چاریک آخر عصر 13 آنها به اوج ترقی خود رسیده توانستند. هرچند بیشترین قسمتی هفت رود
در میانه‌های عصر 13 به چراگاه تبدیل شده، اکثر شهرهای آن خرابزار گردیده بود. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. اصلاحات پوری مسعود بیک، قسماً برقرار شدن حیات شهر و تجارت. در ابتدای سالهای 70 عصر 13 مسعود بیک مهمترین اصلاحات پوری به عمل آورد. این از غلبه نوی خیلی جدی و پی در پی تمایل دویم گواهی میداد. اصلاحات سال 1271 اعلان شده، اساساً در 20 سال آخر عصر 13 عملاً جاری گردید و موفقیت پیدا نمود. مضمون اساسی این اصلاحات را در بسیاری شهر و ولایت‌های آسیای میانه گذاشتن به ضرب منظم سکه نقره از جهت وزن و عیار در همه جا برابر تشکیل می‌کرد. این گونه سکه ها صرف نظر از محل برآورده شدنشان در معاملات عمومی دولتی اعتبار داشتند. این واقعاً هم در تجارت پولی یک انقلابی به شمار می رفت. پول نقره بیش از همه به نرخ و نوا و حجم تجارت داخلی آسیای میانه فئودالی موافقت می کرد. ولی زیاده از 2.5 عصر در آسیای میانه ضرب نقره به طور منتظم به عمل آمد و قتل و غارت استیلاکاران مغول برطرف نمودن بحران این پول را خیلی به تأخیر انداخت. بارها برای برگشتن به معاملات پول نقره کوشش کرده شد، اما همه این کوشش ها نتیجه نبخشیدند. اصلاحات مسعود بیک باشد موفقیتی تمام پیدا کرد که از تیاری خوب و سری وقتی این تدبیر گواهی میداد. ضرب سکه نقره آزاد بود. هر کس می توانست نقره خود را به زراب خانه برده به مزد معینی برایش پول سازاند. اصلاحات همان وقت کاملا موفقیت پیدا می کرد که به تشکیل ضرب آزادانه سکه امکانیت مهیا شود. دارندگان نقره خود را معلوم کنند و نقره خود را به زراب خانه بیاورند. مهمتر از همه به این کار باور کناندن آدمان بود. آنها باید برای ایمن بودن از خودسری، زوراوری و غارتگری مغول‌ها ضمانت داشته باشند و به خوبی بفهمند که این تدبیر یگان فریبی به منفعت خود پیش گرفته حکومت نیست. چنان که جریان عملی گردیدن اصلاحات نشان می‌دهد، ناباوری آدمان زود برطرف نشده و خصوصیت آن در همه جا یکسان نبوده است. هرچند مسعود بیک برای در همه محلها جاری کردن ضرب پول نقره کوشش‌های مخصوص به خرج داد، این کار به او یک باره میسر نگردید. در سالهای 70 عصر 13 فقط یک قسمتی خیلی کمی زرابخانه ها به کار شروع نموده، محصول آنها به درجه کافی نبود. تنها در سالهای 80 90 عصر 13 کمش در 16 شهر و ولایت زرابخانه گشاده شده، ضرب پول نقره حقیقتا هم فراوان گردید. از این چنین برمی آید که در این وقت از خودسری و غارت مغول‌ها ضمانت لازمه موجود بوده، برای پیشرفت حیات شهرها و تجارت شرایط معتدل فراهم آمده بوده است. سال 1269 اندکی پیش از اصلاحات در ساحل دریای طلس قرولتای برپا گردیده، در آن خانزاده‌های مغول به زیستن در دشت و کوهسار، پایمال نکردن کشتزارها، دخالت نکردن به کار اهالی مقیمی و قناعت نمودن به انداز و مالیات مقرر شده وعده دادند. معلوم که بعضی از این عهده‌داری ها اجرا شده بوده است، وگرنه اصلاحات مسعود بیک به این درجه موفقیت پیدا نمی کرد. قرار قرولتای سال 1269 و امر جاری گردیدن اصلاحات با هم وابستگی قوی دارند. قرولتای
آن ضمانت‌هایی را داد که بدون آنها برای گذرانیدن چنین اصلاحات حتی حاجت کوشش کردن هم نبود. مبارزه دو تمایل همانا دوام می کرد و غلبه تمایل دوم هیچگاه به طور قطعی صورت نیافته بود. مثال روشن این ادعا تقدیر بخاراست که محض بعد قرولتای سال 1269 و هنگام گذرانیدن اصلاحات پول در سالهای 1273 و 1276 از طرف خانزاده های هلاکویی و چغتایی به نهایت خرابی رسید و مدت 7 سال تمام از جهت نفوس خالی ماند. در چاریک اولی عصر 14 نیز واحه بخارا باز ویرانه‌های زیادی داشته، باغات و تاگزارهای آن در حالت خرابی بودند. در این مورد هم باید مخصوص قید کرد که مسعود بیک برای آبادانی بخارا و برقرار کردن نفوس آن تدبیرهای مؤثر پیش بینی نمود و به این وسیله در سالهای 1282 1283 حتی در اینجا ضرب منظم سکه های نقره شروع گردید که از احیای حیات شهر و تجارت پولی گواهی می‌دهد. این هم جالب دقت است که توخان 1282 1283 در فرغانه شهر اندیجان را بنا کرد و این شهر با سرعت تمام رونق پیدا نمود. به این طریقه اصلاحات پول چنانکه مدرک های سکه شناسی شهادت می دهند در آخرهای عصر 13 نسبت به وقتی پیشتره موفقیت کلانی به دست آورد و در این زمینه استحصالات مالی و عموماً حیات شهرها قسماً برقرار گردیده به ترقی رو نهاد. ظاهراً وضع شهرها و تجارت در ولایت‌های شمال و شرقی آسیای میانه همچنین یک قسم 7 رود خصوصاً سکه های تیراز، گنجدی، اترار و غیره خیلی فراوان بود. شهرهای فرغانه، ولایت شاش نسبتاً بهتر بوده است. برقرار گردیدن شهرهای ماوراء النهر بسیار سست به وقوع می آمد. با وجود این در ظرف 20 سال آخری عصر 13 و ابتدای عصر 14 در اینجا نیز موفقیت‌هایی به نظر نمایان به دست آورده شدند. آنچه عاید به وضعیت خواجگی قشلاق آسیای میانه در ابتدای عصر 14 باشد، ما در دست معلومات خیلی کم داریم. یکی از حجت‌هایی که در بابت روشن ساختن بعضی جهت‌های این مسئله اهمیت دارد، وقفنامه منسوب به سال 1299 می باشد. در این وقفنامه گفته می شود که تأسیس کننده وقف از نزدیکی های بخارا تخمیناً 30 کیلومتر دورتر در قسمت شمالی آن دیهی را با زمین های زیادی آبیاری شوندهش تماما خریده، باز یک دهکده، 2 مسجد، منزل های خوب برای خدمت کنندگان، آسیاب و چند نه کمتر از 3 استاخانه بافندگی ساخت. خود از خود معلوم است که اگر پیش از این در یک مدتی دور و درازه حیات آسایشته برقرار نمی گردید و به خرج کردن پول برای زمین و ساختمان دلپوری نمی بود، خرید زمین های کشت و این همه بناکاری ها در ناحیه بخارا امری محال بود. آن ضمانتی که در قرولتای سال 1269 داده شده بود تا آخر عصر 13 چنان که تذکر یافت اعتبار خود را گم نکرد و این برای قسماً احیا گردیدن نه فقط حیات شهر بلکه ظاهراً حیات قشلاق نیز شرایط مساعد مهیا نمود. البته در ابتدای عصر 14 و عموماً در دوام تمام این عصر عاقبت‌های خرابی‌آور استیلای مغول به کلی برطرف نگردید. خواجگی از سطح پیشینه ترقیات خود حالا خیلی دور می ایستاد. استثماری سخت و اندازهای میان شکن
به برقرار نمودن خواجگی ممانعت می کرد و جریان این کار را به تأخیر می انداخت. یوغ اسارت مغول‌ها برای خلق‌های آسیای میانه نهایت طاقت فرسا بود و آن را به یگان بلا و آفت برابر کرده نمی‌شد. این همه معلومات و مدرک‌ها دقت اساسی را به مرحله‌های برقرار شوی و پیشرفتی نسبی پیش از همه حیات شهر و تجارت طلب کرده، نقطه نظری اکثری مورخان را که گویا برای رونق شهرها و تجارت داخلی فقط اصلاحات کبکخان 1318-1326 امکانیت واقعی فراهم آورده و محض کبکخان خرج و مرج معاملات پولی را برهم داده باشد رد می نماید. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. آسیای میانه در نیمه اولی عصر 14. کبکخان اولین حکمران مغول است که امید خود را تماما به ماوراء النهر علاقمند نمود. خود او اصلاً بت پرست بوده، دین اسلام را قبول نکرده بود، ولی با علمای اسلام دایر به موضوعهای دینی با میل تمام صحبت می آراست. بعضی دلیل هایی هستند که کوشش های گاها با براری او را در راه پیشگیری کردن تعقیبات سختی فیادلان بادیه نشین نسبت به اهالی مقیمی نشان می دهند. کبکخان در نزدیکی نسف برای خود کوشک قرشی بنا نمود که بعدها در اطراف آن شهری به وجود آمد و با نام قرشی مشهور گردید. به کبکخان اصلاحات پولی و اداری را نسبت می دهند. اصلاحات پولی او از طرف مسان مفصلا تحقیق شده است. این اصلاحات در سال 1321 با نظرداشت سیستم پولی دولتی هولاکویی و آلتین ارده گذرانیده شده بود. تنگه کلان نقره 8 گرم وزن داشته دینار نامیده شده با 6 تنگه خرد که دیرم می نامیدند برابر بود. سالهای اول این سکه های نو خصوصا دیرم با نام کبکخان اکثرا در زرابخانه های بخارا و سمرقند به طور خیلی فراوان برآورده شده. ضرب این دو نوع پول نقره را دیگر حاکمان نیز دوام دادند. مثلا ترمشیرین از این پولها بسیار برآورد و در زمان او کار زرابخانه اترار هم خیلی اوج گرفت. بعدتر ضرب این سکه ها مقداراً کم می شود. اکثری مورخان گشاد و روشن با اهمیت اصلاحات کبکخان مبالغه کردند. اصلاً این اصلاحات در خواجگی پولی مملکت تغییرات کلی چنانکه اصلاحات مسعود آورده بود داخل کردن نتوانست. لیکن وی برای پیشرفت تجارتی هم داخلی و هم خارجی شرایط مساعد مهیا نمود. خود امر واقعی جاری گردیدن اصلاحات و تمام پولبراری های دوره آن هرچند که از جهت وسعت خود در همه ولایت های آسیای میانه یکسان نبود، عموماً بر رونق شهرها و تجارت پولی شهادت می دهد. در عصر 14 مبارزه دو تمایلی در بالا ذکر شده نسبت به اهالی مقیمی خیلی شدت یافت. مثلا به کبکخان لازم آمد که با شاهزاده اسیانکاری چغتایی یساور جنگ و پرخاشی سخت کند. این شاهزاده با کمک قوه‌های حربی امیران خراسانی کبکخان را مغلوب نمود و سپس چنانکه سرچشمه‌ها خبر می‌دهند از ترمیز تا حدود سمرقند تمام اهالی ولایات و دیهات را از کرانه‌های آمول، امودریا کوچانی، شهرها و محل‌های تابع کبکخان را به خرابزار تبدیل داد و ساکنانشان را به اسارت گرفت. یک خود امیران خراسانی زیاده از 50,000 اسیر و غنیمت‌های زیادی بردند
وقتی که کبک خان با نیتی ضربه جوابی به ملک‌های خراسانی یساور هجوم کردنی شد، شاهزاده چغتایی به ساکنان فاراب و مرغاب امر کرد که به ولایت هرات کوچند. هنگام این مهاجرت چندین ده ها هزار آدمان از خنکی و گرسنگی هلاک شدند. جنگ و جدال‌های فیادالی سال‌های 1316 1319 که در نتیجه اسیان یساور سر زده بود، به مردم آسیای میانه ضررهای نهایت کلانی رسانید. وارث کبک خان ترمشیرین 1326 1334 اساساً سیاست برادری خود را دوام داد. او به عنعنه و عرف و عادتهای زندگانی مقیمی باز هم بیشتر میل نموده مسلمانی با غیرت گردید و دین اسلام را مذهبی رسمی دولت چغتاییان اعلام کرد. اعتراض و نارضایتی فیودالان صحرانشین به شور و عصیان تبدیل یافته نهایت با قتل ترمشیرین انجام یافت. نزاع‌های بین خودی به حیات شهر و زراعت هفت‌رود چنان ضربه سخت رسانید که اصلاحات آن دیگر از امکان بیرون بود. این وضعیت در یکی از سرچشمه‌ها از روی نقل یک مرد سیاح با چنین سخنانی آبرزناک بیان یافته است: از دور یک دهه خوش عمارتی گرد و اطرافش سبز و خرم به نظر می نماید. نیتی واخوردن با ساکنانش تو را به آنجا می برد، ولی چون می نگری حولی های آن خالی است. تمام اهالی مملکت بادیه‌نشین بوده، به کارهای زراعت هیچ مشغول نمی شوند. اصلاحات اداری که آسیای میانه را به واحدهای خردی مأموری تومنها تقسیم می کرد، به حیات مملکت می بایست تأثیری معینی می گذاشت. دایر به زمان جاری گردیدن این اصلاحات نقطه نظری یگانه موجود نیست و این چنین کبک خان بودن جاری کننده آن نیز هنوز عمیق معلوم نگردیده است. برتال تخمین داشتی اصلاحات در بین سالهای 1318 1334 یعنی در زمان کبک خان یا خود ترمشیرین گذرانده شده است. یکوبافسکی چنین اظهار عقیده کرده بود که جاری کننده آن کبک خان است، زیرا در وقتی به سر حاکمیت آمدن تیمور تومنها وجود داشتند، اما پیش از کبک خان از آنها نام و نشانی هم نبود. پس از کبک خان کسی نمی توانست این اصلاحات را گذراند. چیخوویچ که اصطلاح تومن را در وقفنامه سال 1292 دوچار آورده بود، درست است که این کلمه نه در منبع اصلی عربی بلکه در ترجمه فارسی این حجت موجود است. احتمالی خیلی وقت پیش از کبک خان وجود داشتن تومن را همچون واحدی مأموری فرضاً اظهار نموده است. محققان این اصلاحات را تظاهری میل‌هایی به یک مرکز متحد کردن مملکت دانستند. یکوبافسکی خاطر نشان کرده بود که آن را باید همچون یک اقدام پروگرسیوی که در ترقیات دولت فیودالی ماوراء النهر رالی مثبت بازیده است اعتراف نمود. در عین زمان او چنین حساب می کرد که اصلاحات اداری کبک خان ملک‌های فیودالی را با مالکانش از بین نبرده بلکه به آن موافق گردید. ملک به واحدی مأموری تومن و صاحب پیشتره آن به قایم مقام تومن تبدیل یافتند. شما گفتار 78 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.